اللهم انصر اخواننا في فلسطین. خواهری رو دیدم گریه میکرد به خاطر حالت فلسطین. طبیعی هست که آدم گریه میگیره. اگر ما فلسطین از خود بدانیم، اگر امو کودکی که اینجا تصاویرش خروارش اینجا بند است، اگر او کودک ما اولاد خود بدانم، پس وقت گریه نیست. پاکش کنید. استاد جو وقت بیداری امت است. تا زمانی که صلاح الدین بود، تا زمانی که ما مادری چون اسما داشتیم، همسری چون خدیجه داشتیم، اطفال چون صلاح الدین ایوبی، سلطان محمد فاتح داشتیم، کسی جرأت نداشت که بر موت تعارض کنه. في سجن طاغية لنا أخوات فلمثل هذا تذرف العبرات ويحل في قلب الصدوق هشاشة. نحمده